اینا برج آتش است که بسیار قدیم است و آن دورهای نسبت دارد که اول عبادتگاهی آتش همچین بنا که در درون آتش می‌سوزد این خیلی نبودن. اولین عبادتگاه های آتش در هوای کشاد در بالای کوهی در بلندها می‌بودند. در همون پسرگر در تخت جمشید همین چی هست محراب‌های آتش هستند از سنگ تراشیدگی در بالای کوه هستند. از روی نقشش و همونا ماننده است. از همین لحاظ من میگم که این از اونا قدیم‌تر است. این شهری است که در اینجا بیشتر علما و ادبا و سپاهیان ملاها و اینا میستادن، یعنی برزگران در همون رزوه در همون کیلون در همون جای پیشون میستادن. یعنی این اصلا شهری شاهی است. همین شهر چی گفتن دیگه؟ اکنون شهر ما هم پیش از همه خصوصیت های شهر رو با چیزهای بنیادی میبینیم. بنیادی این معبد آب حاضر ده بسیار دیواری بسیار پر اقتدار. شاههای دروازه میدونه که تا سال 1886 مستقل بودن. یگانه شاههایی که مستقل. اینا کلیتش خیلی هستن. چند گسته هم خیلی میدازه خیلیش میکنه ایسی میدازه. بعد از همه مهمش که بالای این لوح کتاب گذاشته است. یعنی این کتاب دوستی، علم دوستی، فرهنگ دوستی ملت را نشان میده. این زمان آریایی ها هست. به هزاره های دیگه من عقیده دارم که این معبد نسبت به زمان کیانیان